بریم ویزامون رو تمدید کنیم. اتاقم هم بی نهایت به هم ریخته است، به خاطر اینکه کیمیا قراره بیاد هم اتاقی میشه و خب الان من یه سری از وسایلم باید جابجا کنم، اونم وسایلشو خود داره میاره دیگه. سر همین اوضاع خیلی به هم ریخته است. یه کار جالبی که دانشگاه ما میکنه و من خیلی خوشم میاد، مثلا ما ویزامون تمدیدش 1 سال است، چون شهریه‌مون رو مثلا 1 ساله میدیم، ویزا هم 1 ساله بهمون میدن. میاد به جای اینکه 365 روز بزنه طول ویزا رو 364 روز میزنه. خب 1 روز کمتر از 365 روز میزنه. چرا؟ برای اینکه ما پول ویزای 6 ماهه رو بدیم به جای اینکه پول ویزای 1 ساله رو بدیم. ویزای 1 ساله 800 یوانه که میشه تقریبا فکر کنم 10-12 تومن فکر کنم. ویزای 6 ماهه 400 یوانه که خب نصفش میشه هرچی که هست. من پاسپورتم هم عوض کردم، اون قدیمی سوراخ شده دیگه. بریم که بهتون نشون بدم چجوریه اونجا ویزا استیشن و اومدم. چون پاسپورتم جدیده باید برم عکس جدید بگیرم. گفتش برو یا اتاق دیگه که عکس جدید بگیری. 30 ثانیه هم طول نکشید عکس گرفتم، اینو داد. پاسپورت لعنتی جدید و من توی یه زبونم گرفت. چون من همینجوری دارم میزنم. ببین اینا یه QR کد داشتن که باید تو ثبت کنی پاسپورتت اونجا. پتنگ رو انجام بدیم و ما نکردیم و اینا نکردم، من خودم هم کردم. بعد الان اومده میگه که یکم چیز کرد که نه نشده فلان و اینا. الان گفته برو. من اسکرین شات گرفتم. همیشه اسکرین شات بگیرین از کاراتون. من اسکرین شات گرفتم که آقا ساکسسفول بوده. الان گفته خب برو پس پرینت بگیرش که من داشته باشم که این ساکسسفول بوده. وای گشتم. همونطور که میبینید ایشون داره کپی میگیره. آقا بیا که ما عجله داریم. هزینه‌هاشون دولتی خوبه. 2 دهمه. اینم 2 دهمه. اما گرفتیم یه همچین برگه زردی میدن که حالا این طرفش اطلاعاتمون نوشته شده و فکر کنم آره یه 10 روز دیگه اینا دیگه اطلاع میدن که بیاین اینو بگیرین و همون موقع هم باید هزینه‌شو پرداخت کنیم.